در عرفه تجلیل عید میلاد مسیح، حفریات‌شناسان اسرائیلی غاری را نمایش دادند که در آن به عقیده دانشمندان سلومه دایه عیسی مسیح نوزاد دفن شده است. این قبر همچون مکان مهم زیارت نصرانیان و یهودی ها ارزیابی می شود. نام این دایه در کتاب یعقوب چون فرد یاد می شود که هنگام تولد عیسی مسیح در همان اتاق حضور داشته است. سلومه با آن مشهور است که تولد عیسی مسیح از مریم باکره را زیر شبهه می گذارد. از این رو یک دستش از حرکت می ماند. ولی وقتی توبه کرده عیسی نوزاد را به دستش می گیرد، جراحتش شفا می یابد و او خطاب می کند که برای اسرائیل شاه بزرگ به دنیا آمد. حفریات‌شناسان برای پاک نمودن قبر 2000 ساله 350 متر مربع خاک و سنگ را کنار کشیدند تا مردم تواند از این آرامگاه عائله یهودی های نامدار زیارت نموده نقاشی های دیوارهایش را تماشا کند. در این مزار کتیبه ها به زبان عربی هم به چشم می خورد. ما کم از 40 سال پیش درباره این غار معلومات یافتیم. همه چیز زیر خاک بود. با برگزاری حفریات ما کشف کردیم که در حولی داخلی این غار و پیش از درآمدن به قبر یک حولی داخلی بزرگ جایگیر بوده است. شاید بزرگترین حولی داخلی در اسرائیل باشد. هنگام تحقیقات ما همچنان چندین چراغ روغنی پیدا کردیم. در آنجا شهادت حضور زائرین و کتیبه ها هم کشف شد. این نوترین کشفیات حفریات شناسان در اسرائیل است. واقعا در نزد مقبره چراغ‌های روغنی زیاد کشف شده است. به قول حفریات‌شناسان اسرائیلی، زائرین نصرانی تا زمان فتح بیت المقدس از طرف مسلمانان به این غار آمده با چراغ‌های روشن در آن طاعت و عبادتشان را ادا می‌کردند. ما 10 چراغ روغنی پیدا کردیم که با گل و رستنی آرا داده شده است. زائرین چراغ‌ها را اجاره گرفته به داخل غار برای عبادت می رفتند. بعد نماز آنها چراغ‌ها را برمیگرداندند. مزار در 35 کیلومتری جنوب و غرب بیت المقدس جایگیر بوده در طول سالهای زیاد همچون مقبره سلومه یاد می شد.